بیننده های عزیز یوتیوب چنل لاروین مایک، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش آمدید. شرقلس اسحاقزی در خدمت شماست. امروز 25 جولای سال 2026 میلادی است. در این مزار شریف هستیم، در کوچه کافروشی، روبروی کلینیک دکتر صاحب ذبیح الله صالح متخصص اطفال. خودم یکی از مشتریشان هستم در اینجا. اما ما پیش جناب دکتر صاحب نامدیم. در بک‌گراند شما میبینید که آنجا یک کلمه بسیار زیبا به نام شور و شیرین قرار است که امروز افتتاح شود. یک جای ویژه برای هموطنان عزیز ما مد نظر گرفته شده. نه تنها برای شما بلکه برای اطفال نازنین شما هم یک جای ویژه طفلانه مد نظر گرفته شده. این که اینا چه خدمات را بر شما ارائه میکنند، در این برنامه یا در این گزارش با ما باشید. از همه‌تون خواهش میکنم که چنل ما را سابسکرایب بکنید، زنگوله را فشار بدهید، یکی بعد از این چه اتفاقاتی در اینجا رخ میدهد تا آخرین دقایق برنامه بیننده باشید. لالا مسعود افتتاح رستوران شور و شیرین مبارکباد میگوییم و از جناب مولوی صاحب احترامانه خواهش میکنیم که این افتتاح را با چند از آیات کلام الله آغاز نمایید. جناب مولوی صاحب بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم سلم ديننا وسلم إيماننا وسلم إسلامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. مبارکتان باشد. بفرمایید جناب مولوی صاحب. مبارک باشد. بله دوستای عزیز، رسما با آیات از قرآن عظیم الشأن رستوران شور و شیرین افتتاح شد. ای که چی شور است و چی شیرین است بیاین نگیره به تصویر بکشیم. میریم بخیر.
پیشتر تصاویر روش دیدین از برکت ایشان بود. یکی اینا چند سال تجربه کاری دارن. از اینا پرسان بکنیم. سلام علیکم. علیکم سلام. شما خوب هستین؟ شما خوب. خیریتی هستین ان شاء الله؟ خسته نباشین. سلامت باشید. قربان. نام شما؟ محمد کریم. محمد کریم. بله. شما آشپز هستین؟ بله صاحب. چند سال تجربه آشپزی رو دارید؟ تجربه کاری تقریبا حدود 20 سال. 20 سال. در کجا کار کردید؟ دفتر و رستوران ها بودیم. خب در داخل افغانستان یا بیرون؟ ایران هم بودیم، در زیادتر در افغانستان. چند سال ایران بودید؟ 6 سال ایران بودیم. 6 سال. بله. خب چی پخته کرده میتونید؟ غذا خارجی هم است، داخلی هم است. فعلا اینجا ما روش، قورباغه از قبیل فست فود است، چیزا را اینا رو بله آماده می‌کنیم. مردم مزار سمت شمال قابل خور است. در قابلش دور رسید. فوق العاده. میتونیم نه؟ فوق العاده. ولی بس میمونا رو روش دادین. حق ما رو چی کنید؟ جای شما حق ما هست یا نه؟ یا خلاف شده؟ بله. منتظر باشه. حتما. بسیار زیاد تشکر. سلامت زنده باشین. خیر باشین. با لالا مسعود مالک رستوران شور و شیرین هستیم. یکی چند ماه پیش شروع کرد. چه خدمات را برای شما ارائه میکنن از ایشان بپرسیم. مانده باشین. زنده باشین. خیریتی هستین ان شاء الله؟ بخیر هستین؟ سلامت باشین. زنده باشین. بگید با هموطنان عزیز ما چند ماه پیش کار رستوران شور و شیرین آغاز کردیم؟ ما دیگه تقریبا ساخته بعد از عید رمضان که ماه عمل شود. خب همین عید رمضان که گذشت بله. یا خب بله همین رمضان که گذشت این ماه عمل دیگه بعد از رمضان و سال نو ما می کار ساختمانیش شروع کردیم. کار همین دیکور و دیزاین و بله همین وسایلی که ضرورت داشتیم و حساب از اکثرا ماشینا و ایگه پای خودم کارش شروع کردیم و از کارش خواستیم و دیگه تا الحال دیگه قسمت نموده بوده. این در تاریخ ماه 25 جولای است دیگه افتتاح کردیم. مبارکتان باشه. زنده باشید. یک نام بسیار جالب را آنجا ماندین. رستوران شور و شیرین. این حتما یک چیزای شور هم داره و چیزای شیرین هم داره. حالا بگید با هموطنان عزیز که شورش چی است و شیرینش چی است؟ شورش ساخته عبارت از برگر و برگر داریم، قبرداغ داریم، پیتزا داریم، دیگه شورمت داریم. یک سوپ رایگان برای همیش داریم. سوپ رایگان است. سوپ رایگان. از او پیسه نمیگیریم. یک پیسه. همین جا دیگه کلی همین واده است نمیگیریم. یک واده است. هم اگه میبینن. سوپ ما رایگان است. صحیح. و شیرین؟ و شیرین ما عبارت از سلش داریم. خوش. آیسکریم داریم. جوس داریم. جوس فصل البته. قهوه داریم. قهوه داریم. بله. در این رستوران برای چند نفر مثلا گنجایش داریم؟ فعلا به حساب تعداد میز و چوکی که ما موجود داریم 50 چوکی 50 سی چوکی داریم که برای 50 نفر میهمان میتونیم ما پذیرایی بکنیم بغیر از تکوی بالا و پایان بالا و پایان بله بالا و پایان یک جای بسیار ویژه برای اطفال هم جور کردیم. من پیشتر دیدم خیلی خوشم آمد و یک اتاق ویژه برای تجلیل سالگرد و چیزاست. مثلا یکی از دوستای ما یکی از هموطنان از ما که در مزار شریف زندگی میکند اما جای ندارن که میمانی ویژه را برگزار بکنن با شما زنگ میزنن میگه ما اینم قدر نفر هستیم میگیم شب میریم ما بوک میکنیم. این خدمات خاص خدمات ما خدمات اتاق سالگرد ما رایگان است. رایگان از دوست که ما هر هموطن ما هر همشهری ما که بیاین اما یک کیکی که دارن نگرن برای در خانه توتا نکنن میتونن که بیاین
از اینجا از اینجا استفاده بکنن رایگان. بله. و همین قسم وسایل بازی طفلانه چیزی که ما داریم چه چیزا هم آورده بودیم. من پیشتر دیدم اونجا. ما هم رایگان است. ما از کسی کدام هزینه نمیگیریم. از معمولا از طرف شب فعالیت است، از طرف چاشتم است. بله از صبح ما فکر کنیم که از 7 یا 8 صبح فعالیت ما آغاز میشه الا 11 بجه شب. 11 بجه شب است شما. بله. و مطمئن هستم که شاید در آینده نزدیک در مینوی غذایی تان شاید بعضی چیزا اضافه شود. حتما. بله آشپزای نام خدا خوب ورزیده داریم. آشپزای داریم که و این آیسکریم ما میجه تعیین شده. بله آیسکریم ما میجایم بچه‌ای هستن که در ایران کار کردن، تجربه آمدن، تجربه دارن، هم در آیسکریم هم در قهوه تجربه خوب دارن. مسعود ما شما این آیسکریم نوشجان میکنن بعد با کسی که اینی آیسکریم تهیه کردن یک چند لحظه صحبت میکنن. درست است؟ باز هم مبارکتان باشه. تشکر. سلامت زنده باشید. بفرمایید. وطندارای عزیز دیگه دور از دلتان. بله دوستان عزیز پیشتر شما دیدین که ما آیسکریم همراه لاله مسعود نوشجان کردیم از برکت ایشان بود. قسمی که در تصویر میبینید دو ماشین داره، او از آیسکریم است و این از سلش است. با ایشان یک چند لحظه صحبت میکنیم. سلام علیکم. سلام علیکم. شما خوب هستید؟ خیرتی هستید؟ بخیر هستید ان شاء الله؟ بخیر. نام شما؟ محمد زمیر صدیقی هستم و صاحب شما اینجا کارمند هست؟ بله در بخش آیسکریم و سلش در اینجا ایفای خب این ماشین آیسکریم است؟ بله آیسکریم است. چند نوع آیسکریم از این ماشین میبرید؟ این دو تانکی داره، سه گیر داره. ما فعلا دایی وانیلی و کاکاوی جور کردیم که دو گیرش که است تنهایی میکشه و یک گیرش که است میکس میکشه. بله یعنی دو نوع؟ بله دو نوع و یکی هم میکس است. بله و این هم ماشین سلش؟ بله این هم ماشین سلش است که سه تم داره. سه تم؟ قسمی که میبینین آلو گلاس است، آلو گلاس، لیمو است و مالته است. مالته است. بله. در پارازی که مثلا بازینا رو فکر میکنم در جمع چی میه؟ شور میه، شیرین میه. در جمع شیرین میه. بله. اشتباه نکنید در جمع شیرین میه. بله. بله. چرا که نامش شور و شیرین مانده بود دیگه شما خودتان شنیدین اینجا چیزای شور هم پیدا میشه که نوشجان میکنیم و چیزای شیرین هم پیدا میشه که نوشجان میکنیم. بسیار زیاد تشکر. زنده باشین. بخیر باشین. از همه‌تان یک تشکری ویژه میکنم که تا آخرین دقایق گزارش ویژه ما از رستوران شور و شیرین با ما بودید. بازم تاکید میکنم که در مزار شریف در کوچه کافروشی روبروی دکتر صاحب ذبیح الله صالحی متخصص اطفال جور شده و جای ویژه اطفال نازنین هم شما در تصویر دیدین. تا برنامه فردا که اسحاق زی در خدمت شما قرار میگیره همه شما را به خداوند یکتا و به همتا میسپاریم. خداوند حافظتان.